پروینه عطاباللهیوه صاحب 7 فرزند است و در دهه پیسکان دره یخناب زندگی میکند. و به سبب نبودن شرایط بجز تحصیل ابتدایی دیگر کسب علم نکرده است و حیاتش را به نگاه و بین فرزند و کار خانه بخشیده است. آخه اوغل میبروی گوه میجوشی اوغل میروبی میفروی خونه میروبی سر علف میری گودکو اسیر میکنی خودش عبید بشد میمون میبیاد و یا را عبید میکنی میتی چوی میکنی او خون میکنی خونش میروبی آخه فقط کار سیاه دارد یعنوب از اوب دیا بزنک اوبا. پروینه از آن افسوس میخورد که زحمت سنگین برایش مزد نمیآورد و همیشه دستنیگر شوهر و فرزندانش است. حالا مجبور است که در لحظه های فارغ از کارهای خانگی قروت و چکه آماده کند و از این حساب مبلغ ناچیز به دست آورد. به فرق از پروینه روستانشین، مولوده محکم و در شهر کنیبادام در شرایط خانه برایش کار آفریده است. و 70 ساله است و 20 سال آخر باز با عربچه معیوبی حرکت میکند. مولوده در گذشته همچون آموزگار فنی انگلیسی در مکتب درس میگفت، ولی بعد سست شدن بوغمهایش 11 بار استخوان پایش شکست و مجبور شد کارش را به خانه کوچاند. این از طرفی معارف جمهوری پیشنهاد کرده شده است. مرکزی تستی ملی از این حوزه تغییر فرستادیم. این کتاب ها درس میداده که نه کتاب 6 نه 7 نه 10 نه 9 8 همه از صنفی 4 تا حاضره. همه کتاب که درس میبرم همشون هر گروه هم هر کمی پیشتر آمدگی باشن از دیگر کتاب کمی پیشتر آمدگی باشن از دیگر کتاب. در آخر هر یک کتاب البته امتحان میگیرن. بهای من شاگردان این معلمه معلول هر روز گروه به خانه اش می آیند و زبان می آموزند. مولوده از این حساب مبلغ خوب به دست می آورد و از آن می بولد که دست پرورانش در دانشگاه های نامدار خارج کشور تحصیل می کنند. اما مولوده محکم و با این قناعت نمی کند. در لحظه های فارغ از درس به دوزندگی مشغول می شود و از آدمان برای دوختن کرپه و بالشت درخواست قبول می کند. بنابر آمارها در ولایت سوخت بیش از 30,000 زن خانه‌نشین به قید گرفته شده‌اند که شمار زیادی آنها را تقریباً 300 مرکزهای کسب آموزی به کار جلب کرده برای دریافت جای کار بهتر مساعدت می‌کنند. و 60 نفر گردگون گرانت رئیسی ولایت بیش از 90% این زنان خانه‌نشین بودند که صاحب این گرانت داشتند. زیرا وقتی که ما مانیتورینگ هم بعد از برگزار نمودن دادن گرانت رئیسی ولایت مانیتورینگ گذارانده شد در جمهوری اسلامی ولایت و دیدیم که فیصد زیادی تمام این زنان خانه‌نشین بودند. کارشناسان مسائل کار با زنان خانه‌نشین و تشبسکاران لایحه زنان صاحبکار میگویند برای فراگیری چنین زنان با کسب و کار گوناگون این همه بسنده نیست. به این خاطر در تاجیکستان یک شبکه سازمان‌های محلی تأسیس شد که با آن 11 تشکیلات جمعیتی داخل می‌شوند و هدفشان تقویت ملکه اقتصادی زنان و کم کردن خشونت جنسی در جامعه میباشد. گلبهار محکم و رئیس شورای مدیران انجمن ملی بانوان صاحبکار تاجیکستان و یکی از تشبسکاران این شبکه میگوید در تاجیکستان زنان روستایی مشکلات خیلی زیاد دارند. امکان و شرایط آنها برای کار شایسته کمتر بوده آنها با خطر کار غیر رسمی و غیر قانونی روبرویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.